به نام خدا با سلام و عرض ادب خدمت همکاران گرامی. اه، در این وایس خلاصه درمان دارویی و غیر دارویی سردرد تنشن رو با هم مرور میکنیم. خب درمان مرحله حاد شامل ایبوپروفن 800 میلی گرم انتخاب اول هست که کمترین خطر خونریزی گوارشی رو داره. ناپروکسن 825 میلی گرم انتخاب دوممون هست، اثر بخشه اما با خطر بیشتر خونریزی گوارشی هست. آسپرین 500 یا 1000 میلی گرم این هم اثر بخشه اما در مطالعات اثر بخشی مشابهی با پاراستامول داره. پاراستامول همون استامینوفن 500 تا 1000 میلی گرم مؤثره ولی کمتر از انسیدها. انسیدها در مجموع گفته که مؤثرتر از آنالژزیک های ساده هستند مثل حالا پاراستامول یا آسپرین. ترکیب آنالژزیک ها با کافئین، سداتیو ها یا در واقع ترانکولایزر ها در بیماران مؤثرتر از مونوتراپی بوده. افزودن کافئین 130 یا 200 میلی گرم به آنالژزیک ها یا ایبوپروفن در مطالعات کنترل شده اثر بخشی رو به طور معنادار افزایش داده. در مورد درمان پیشگیرانه تنشن هدیک آمیتریپتیلین یا توپیرامات رو ذکر کرده. شروع با دوز پایین 10 تا 25 میلی گرم آمیتریپتیلین یا کلومیپرامین در شب و دوز میانگین برای آمیتریپتیلین 50 تا 75 میلی گرم گفته نیازه. مدت توصیه شده درمان هم حداکثر 6 ماه هست و سپس کاهش دوز روزانه به میزان 20% تا 25% هر 2 تا 3 روز برای پیشگیری از سردردهای ریبانده. در مورد ضد افسردگی‌های 3 حلقه‌ای گفته که مکانیزمش نامشخصه. در مورد SSRI ها گفته اثر بخشی قانع کننده‌ای در تنشن هدیک نداشتند. در مورد درمان‌های غیر دارویی هم رفتار درمانی و ریلکسیشن گفته که در واقع و CBT اینا اثبات شدن، بایو فیدبک اثبات شده، مخصوصا در افراد با استرس بالا در ترکیب با ریلکسیشن یا بایو فیدبک اثر بخشی بیشتری دارد. کلا خب اثر بخشی اینا کمتر از درمان دارویی ولی ماندگارتره و تا چند سال باقی میمونه بدون نیاز به پیگیری ماهیانه. در مورد درمان ترکیبی هم گفته که در ترکیب داروهای ضد افسردگی 3 حلقه‌ای و مدیریت استرس بهتر از هر کدام به تنهایی بوده. خب فیزیوتراپی، مانیپولیشن نخاعی، ماساژ، تحریک الکتریکی پوستی، تنس، حرارت یا سرما گفته که در درمان بلند مدت اثر بخش نیستند و حتی مانیپولیشن گردن گفته با خطر دایسکشن شریان ورتبرال همراه هستش.